خداوند از اهل ایمان جانها و اموالشان را خرید تا بهشت برای آنها باشد. کسانی که در راه خدا جهاد کردند، کشتند و کشته شدند، برای آنها وعده حقی از جانب خداوند در تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی خوشقولتر از خداوند است؟ پس بدین خرید و فروشی که کرده اید شادمان باشید و بدانید که این یک پیروزی بزرگ است. خداوند از اهل ایمان جانها و اموالشان را خرید تا بهشت برای آنها باشد. کسانی که در راه خدا جهاد کردند، کشتند و کشته شدند، برای آنها وعده حقی از جانب خداوند در تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی خوشقولتر از خداوند است؟ پس بدین خرید و فروشی